واقعه‌های وابسته به کردارهای جنایتی ضیاءالدین گلبدین را طریق رسانه‌های خبری شنیده خیلی دلگیر گشتیم. و عموما در جامعه در هر دور و زمان بودند شخصانی که با کردارهای ناشایسته، ناپاک و افلاس به رشد مناسبت‌های جمعیتی و ویران گشتن ترتیبات جمعیتی مساعدت می‌کردند. و ضیاءالدین و پیروان او را نیز به چنین گروه شامل کردن ممکن است که با کردارهای ناشایسته و نامطلوب برای خلل نمودن آرامی و ثبات جامعه کوشش میکنند و یک نفر جنایتکار را که به قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان اطاعت نمی‌کند و چند نفر کارمندان مقامات‌های حفظ حقوق را زخمی کرده است، چگونه به این گونه شخص پیروی کردن ممکن است و این گونه عمل‌های ناشایسته را هیچگاه خلق و ملت و وطن نمی‌بخشد و باوری کس نمی‌آید که از بین مردم سربلند بدخشان، مردم خیلی با غرور وطندوست بدخشان چنین شخصان برآمده باشد و ما از مردم کشور و خصوصا جوانان دعوت معمل می‌آوریم که به چنین آوازه‌ها یا که کردارهای ناشایسته باور نکنند، پیروی نکنند و در پی آبادی و شکوفایی کشور و به عمل تطبیق نمودن سیاست پیش گرفته حکومت مملکت و پیشوای ملت باشند.